نه شیر داره نه حیوان، شیرشو بردن قبرستون. آقای امیراکبری در واکنش به این اتفاق گفتن که شیرم تو باغ وحشتون بود که این اتفاق براش افتاد و مدیریت ضعیف شما این بلا رو سر این شیر آورد که من نمیدونم چه انتظاری داشت. یعنی اصلا نماد مدیریت ضعیف باغ وحش دیگه. یعنی یه جایی که مثلا خیلی هر دنبیل داره ارائه میشه میگن مگه باغ وحشه. 7 کیلو آقای امیراکبری به این خدا بیامرز گوشت میداد میخورد. این از اون موقع که رفته اونجا بهش غذا ندادن. این تابلوهایی هست مینویسه به حیوانات غذا ندید تو باغ وحش. اینا خودشون هم اونو جدی گرفته بودن، خودشون هم به حیوانات غذا نمیدن. اینقدر لاجون شده بود که در یک مسافه تک به تک با شیر دیگه کشته شد. فقط هم این قضیه نیست، شما نگاه کن چند سال پیش یه شیری رو آورده بودن توی باغ وحش مشهد، خری رو آورده بودن این شیره بخوره شکار کنه، مردم بلیط خریدن که ببینن این شیره این خره رو میخوره، خره شیره رو کشت. شیره ضعیف بود، خره شیره رو کشت. یعنی اولین بار نیست که این اتفاق داره میافته.